مدلی که امروز قرار هست با هم ببافیم 2 تا پایه بلندی هستش که با این شکل مشخص میشه به حالت ضربدری و به همین شکل هم بافته میشه. به حالت ضربدری روی هم 2 تا پایه قرار میگیره. نخ رو دور قلاب میندازیم. ببینید 2 تا گندمی رو در نظر میگیریم. گندمی اول رو رها میکنیم، وارد گندمی دوم میشیم. 1 دونه پایه بلند میبافیم به طور کامل. حالا برمیگردیم و گندمی اول رو میبافیم. نخ دور قلاب و حالا گندمی اول رو به این شکل میبافیم. این حالت ایکس مانند یا ضربدر مانند میشن. این بافت رو در مدل های پایه کوتاه و متوسط هم میتونید انجام بدید.